ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 18. نشر اثر دوجلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می‌گیرد. برتلس برای اثبات فکر خود که زبان تاجیکی زبان اصلی مردمی بلخ و بخارا و مرو است، تأکید می کند که تا به حال در خراسان، منطقه تاجیک نشین افغانستان، یک سلسله ناحیه های ازبکستان و تاجیکستان به غیر از منطقه هایی که زبان سغدی یغنابی باقی مانده است، تمام لهجه ها و شیوه های تاجیکی عنصرهای اصلی زبان دری را به طور فراوان در خود انعکاس می کنند که آن از اصل دری داشتنی این لهجه ها شهادت می دهد. حالانکه در منطقه های مرکزی، غربی و جنوبی ایران، آنجا که زبان تاجیکی پهن نشده است، زبانهای کردی، لوری و لهجه‌های گوناگون شمالی و جنوبی پهلوی پارتی رایج می باشند. حتی در بعضی لهجه‌های ایران خصوصیت خاراکترناکی ارگاتیف که در زبانهای آسیایی میانه فقط در زبانهای پامیری وجود دارد دیده می شود. از طرف دیگر در مدت 1500 سال آخر منطقه پهنشوی زبانهای ایرانی تقریباً بی تغییر مانده است و زبان یغنابی در همان جایی که در عصر هشتم وجود داشت باقی مانده است. فقط دایره پهنشوی آن محدود شده است. در نمونه‌های زبان یغنابی و زبانهای پامیری به طور با اعتماد گفتن ممکن است که زبان تاجیکی نیز در سرزمین‌هایی که زبان زنده خلق وجود دارد نو پیدا نشده است. این زبان در منطقه هایی که ذکرشان رفت از دوره‌های باستان زبان عامه خلق بوده است و حرکت آن به طرف ایران در عصرهای من بعد فقط در اساس در عصر 10 و زبان ادبی تبدیل یافتن آن در آسیای میانه رخ داده است. بعداً درباره زمانی به وجود آمدن این زبان او چنین میگوید: همین طریق تمام این اقتباس ها تصدیق می کنند که زبان دری بعد از هجوم عرب ها پیدا نشده است، بلکه آن چندین قرن پیش از آن وجود داشته است. چطور دری به دربار ساسانی ها افتاد گفتن دشوار است. محمد تقی بهار تخمین می کند که این زبان در دوره آخری ساسانی ها می توانست یک جا با لشکری فرخ هرمز پدر رستم که از خراسانی ها عبارت بود از شرق بیاید. این لشکر از روی گفته های تبری به شهر تیسیفون تأثیر زیادی داشت.
اینچنین بهار به زبان متنهای مانوی که از طرفان پیدا شده اند اشاره می کند که زبان آنها به عقیده او پهلوی نبوده دری قدیم می باشد. از طرف دیگر مقایسه لهجه های تاجیکی با مواد لهجه های خراسان که آن را در دست داریم نشان می دهد که این دو گروه با هم بسیار نزدیکند. به طور دیگر آن عمومیتی را که ما برای زبان تاجیکی در عصرهای 9-10 می بینیم در حالت امروزی زبان نیز مشاهده کردن ممکن است. از جمله به طور مثال جانشین شخصی سیومی شکل تنها وی هم در خراسان و هم در تاجیکستان و هم در زبان دری صداهای 9-10 به طور یکسان صدا می دهد. همین طریق اکثریت بزرگان علم و ادب از جمله دانشمندان و محققان معروف سید نفیسی، صدرالدین عینی، برتلس، ملک الشعراء بهار، ذبیح الله صفا، جلال متینی، عبدالحی حبیبی، میرغلام محمدی غبار، عبدالغنی میرزایف و دیگران مکان پیدایش و گستریش زبان ادبی و کتابی تاجیکی را خراسان و ماوراء النهر می دانند. به عباره دیگر این زبان در سرزمین خراسان و ماوراء النهر پدید آمده در زمینه گویش‌های تاجیکی خراسان، سیستان و ماوراء النهر تشکل یافته است. پرویز ناتیلی خانلری و آرنسکی چنان که گفتیم هرچند جانبداری عقیده انتقال این زبان از جنوب و غرب به شمال و شرقند، باز هم منطقه رواج و رونق این زبان را ابتدا به شرق و شمال ایران شرقی منسوب می دانند. خانلری در تقویت این مطلب می افزاید که شاعران آن دوران غالباً به یکی از شهرهای بخارا، سمرقند، هرات، بلخ، مرو، توس و آبادی‌های دیگر خراسان منسوب هستند. واقعاً در ارتباط به آن که تا زمان اسلام و پس از گستریش آن زبان بیشتری اهالی خراسان و ماوراء النهر به خصوص شهرهای بلخ، مرو و بخارا زبان تاجیکی، فارسی، دری بود، اسناد قابل اعتماد باقی مانده است. مورخ معروف برتولت محض از این خاطر تأکید می کند که در این ولایت‌های دور خراسان و ماوراء النهر امام علی رحمان از عربستان دین نو از ابتدا با زبان خلق گستریش یافت. در اقتباس بالا بی‌شبهه مفهوم زبان خلق زبان ساکنان بومی این مرزو بوم یعنی زبان تاجیکی فارسی دری را افاده می کند. به قول مؤلف تاریخ بخارا ابوبکر نرشخی در مسجد جامع بخارا که در جای بتخانه سال 94713 قتیبه ابن مسلم بنا کرده بود، اهل بخارا در نماز قرآن را به فارسی می خواندند. طوری می بینیم در میان پژوهشگران در این زمینه اختلافات مشاهده نمی شود و با کمی تفاوت و علاوه ها اندیشه های تقریباً به هم مانند بیان کردند. به عقیده این گروه دانشمندان نشأ و نما و تشکل زبان تاجیکی در خراسان و ماوراء النهر دو سبب داشت. اول تشکیل نخستین حکومت‌های ملی و مانند طاهریان، صفاریان و سامانیان که از این سرزمین‌ها برخاسته بودند. عامل دیگر
این ظهور سخنورانی بزرگ چون رودکی، شهید بلخی، ابو حفص سغدی و دیگران که به این زبان شعرهای زیبا گفتند و آن را برای اندیشه‌های بلند شاعرانه موافق ساختند. این دو عامل مادی و معنوی راه انکشاف این زبان را هموار ساخت. رشد بعدی این زبان تا حدی بود که دیگر لهجه‌های محلی زیر نفوذ آن قرار گرفته سرانجام از بین رفتند. ملک الشعرا بهار در بازیافت‌های سغدی از خرابه‌های ترفان و قسمت‌های دیگری ترکستان چین که پاره پاره و جدا جدا تا به ما رسیدند پایه و ریشه زبان فارسی دری را می‌بیند. این آیات و اشعار پاره پاره به تاریخ تطور زبان پارسی یاری بزرگی کرده. بسیاری از لغت‌های فارسی را که با لغات اوستا و فارسی باستانی و پهلوی از یک جنس ولی به دیگر لهجه است به ما وانمود می‌سازد و بنیاد قدیمی زبان سغدی و بلکه ریشه و پایه زبان شیرین دری را که زبان فردوسی و سعدی است معلوم می‌دارد. در مجموع امروزها تعداد زیادی زبانشناسان بر این عقیده‌اند که زبان تاجیکی، فارسی، دری تقریباً در عصرهای 4-5 میلادی در باختر، افغانستان شمالی، بدخشان، بلخ، بغلان، ختلان، هرات، پروان و کابل که امروز هم بخشی بیشتری اهالی را در این منطقه ها تاجیکان تشکیل می دهند و تاجیکستان و ازبکستان اساساً منطقه های جنوبی و ترکمنستان مروی قدیم در اساس زبان باختری و لهجه های پارتی پهلوی و فارسی میانه پهلوی ساسانی پیدا شده است. در آسیای میانه در دوره های ابتدای اصطلاح عرب ها زبانهای شرقی ایرانی چون سغدی، فرغانی، خوارزمی، باختری پهن شده بودند. زبان پارتی که به دایره های زبانهای غربی ایرانی منسوب است در اولهای عصرهای 5-6 در خاک ترکمنستان جنوبی و خراسان عموماً برهم خورده بود. جای شکی هم نیست که اهالی سغدی زبان وقتی به زبان فارسی گذشتند بعضی عنصرهای زبان سغدی علل خصوص عنصرهای لکسیکی خود را به این زبان داخل کردند. خلاصه طبق روایت سیاحان عصر 10 و مأخذهای خطی زبان فارسی، دری یا تاجیکی در آن دوره ها به چند لهجه یا گویش تقسیم می شد و مردم هر یک ناحیه و حتی شهرهای کلان با لهجه خود گفتگو می کردند. همین بود که به عقیده زبانشناسان از همان دوره ها یعنی عصرهای 10-11 بعضی ویژگی های به نظر می رسیدند که خاص زبان تاجیکی بودند و با مرور عصرها به یک شکل معین در آمدند. در هر صورت حقیقت حال آن است که اکثر قدیمترین آثار علمی و ادبی به این زبان در خراسان و ماوراءالنهر تألیف شده‌اند. محمد تقی بهار این واقعیت را چنین نتیجه گیری کرده است که شعر و نثر دری بی طبیعه در خراسان به ظهور آمده و با اندک توجه از طرف ملوک اطراف شعرا و دبیران به گفتن شعر و پرداختن کتب به زبان دری اقبال کرده اند و در همان حال یک بیت شعر و یک رساله با این زبان در مغرب و شمال و جنوب غربی
در قرن 4 عصر 10 میلادی امام علی رحمان به وجود نیامده است و اگر شعر یا کتاب دیده شده و یا ذکر آن رفته است به زبان پهلوی یا تبری است. از بررسی آنچه در بالا گفته شد، همچنین از تحقیقاتی از جانب محققان در این خصوص انجام یافته، می توان چنین نتیجه گیری کرد. زبان تاجیکی فارسی دری زبان قدیمی بوده. زادگاه اصلی آن خراسان و ماوراءالنهر، صحیح ترش کناری چپ و راستی دریای آموست. به عبارت دیگر این زبان در زمینه زبانهای بومی این مرز و بوم سغدی، تخاری، پارتی و در فرایند داد و ستد و همیاری و هم تأثیری با زبان پهلوی فارسی میانه از حساب این زبانها دارایی افزوده تشکل یافت و به درجه زبان علمی و ادبی رسید. فصاحت و بلاغت زبان قدیمترین آثار باقی مانده علمی و ادبی این زبان بازگوی این حقیقت است که این زبان ادامه مستقیم زبان فارسی میانه یا شکلی تحول یافته وی نیست، بلکه تا گسترش اسلام به صفت زبان مستقل در برابر زبان فارسی میانه ساسانی وجود داشت. زبان تاجیکی فارسی دری با شرافت سیاست فرهنگ پروری طاهریان و صفاریان و سامانیان و دیگر خانواده های ایرانی اصل به صفت زبان علم و ادب از محدوده یک زبان ملی بیرون گردید و در عصرهای بعدی در یک قسمت بزرگ قطعه آسیا به زبان بین المللی تبدیل یافت. در هر صورت تا زمانی که سندی تازه در این مورد پیدا نشود، قولی معتبر و اندیشه منطقی همان نظری است که زبان تاجیکی دری یا پارسی دری در سرزمین خراسان و ماوراءالنهر پیدا شده، سپس به تدریج تمام ناحیه های معلومی پارسی گوی را فرا گرفته است. زیر فصل 4 زمان پیدایش زبان تاجیکی. بنا به تقسیمات و یا دوره‌بندی سه‌گانه دوران زبان فارسی باستان، میانه و نو که پیشتر به آن اشاره کردیم، زبانشناسان آغاز تاریخ دوران نوی انکشاف زبان ما را به نام دوران فارسی نوین که به دری و فارسی دری مشهور شده است تقریباً عصرهای 8-9 می شمارند. این دورانی بیش از 1000 ساله را از جهت تحول و تکامل بعضی دانشمندان به 3 دوره تقسیم کردند: دوره رشد و تکوین، دوره فارسی دری، دوره تحول و تجدد. چنین دوره بندی در مجموع برای زبان فارسی دری دورانی مشترک، یعنی تا عصرهای 17، شاید کامل و صحیح و قابل قبول باشد. ولی طوری می دانیم
در 2-3 قرن اخیر تاجیک زبانان در هیئت دولت و کشورهای مستقل، محیط فرهنگی گوناگون و شرایط اجتماعی و سیاسی مختلف زندگی کرده، زمینه‌های رشد و انکشاف زبان آنها یکسان و گاها مساعد هم نبوده است. طبیعی است که این عوامل در زبان بی اثر نمانده، علاوه بر تفاوت‌های محلی دوره‌های اول، بعض ویژگی‌های دیگری نیز در طول عصرها به آنها افزوده است. بنابراین وقتی سخن درباره زبان تاجیکی می رود، به نظر ما آن را باید به دوره‌های زیرین تقسیم کرد: دوره تشکل، تکامل، دوره زبان فارسی دری ادبی که این دوره‌ها برای زبان تاجیکی فارسی دری مشترک است، دوره تجدد و نوجویی، معارف پروری، دوره زبان تاجیکی عهد شوروی، زمان بازسازی و سوداگرایی یا دموکراتی کردن زبان، دوره زبان تاجیکی زمان استقلال، دوره بازگشت به اصلی زبان. قدیمترین آثاری که از زبان دری به ما رسیده است، به غیر از کلمه، عباره‌های کوتاه و بعضی بیت و مصرع‌هایی که در تاریخ‌های عربی و آثار فارسی دوره‌های بعد ثبت شده اند، از قرن 9 پیشتر نیستند. ولی به اندیشه ما وقتی که درباره زمان پیدایش زبان تاجیکی بحث می‌کنیم، باید این موضوع را به 2 قسم تقسیم کنیم. قسم یکم مسئله به اصطلاح مادر زبان و یا به عبارت دیگر زبان و گویش‌های چون باختری، تخاری، پهلوی، پارتی، سغدی و غیره که علاوه به زبان‌های فارسی باستان یا میانه در تشکل این زبان سهم گذاشتند، و قسم دوم مسئله زمان نسبتاً دقیق پیدایش و یا درسترش تشکل آن به صورت زبان تاجیکی، فارسی نو یا دری. اگر در مسئله تاریخ قدیمی داشتن زبان‌هایی که منشأ زبان دری را تشکیل داده‌اند زبانشناسان هم عقیده باشند، اما در مسئله تاریخ ظهور این زبان، یعنی زبان فارسی نو یا دری، دانشمندان اندیشه‌های مختلف دارند. مهمترین دلیل یک گروه محققان آن است که در عصرهای اول اسلام از این زبان نشانه مستقیم در دست نیست و تنها از عصر 9 این زبان درباره موجودیت خود سند رسمی دارد. یعنی از این عهد به این زبان آثار خطی باقی مانده است. اثر پیشوای ملت امام علی رحمان، زبان ملت هستی ملت، کتاب ارزشمندی دارای خصوصیت انسیکلوپدی بوده، از روی خصلت، موضوع، محتوا، روش تحقیق، نوگانی، دربرگیری مواد، دستبندی تاریخ تشکل، ساخت دستوری زبان تاجیکی، ارزیابی کلی مسائل زبان و ادبیات، دستاورد بی‌نظیر، تحقیقات پرارزش و صحیفه تازه در علم زبانشناسی زمان استقلال محسوب می‌گردد. ولی گروه دیگری محققان که تعدادشان زیادتر است بر این باورند که اگر به امر تصادف از عصرهای اولی حمله عرب و خراسان و ماوراء النهر آثار بجا نمانده است،
این گواه بران نیست که مردم در این دوره از سخن گفتن یا آفرینش باز مانده باشند. سیاحان و جغرافیادانان چینی و عرب که به این سرزمین ها در آن عهد سفر کرده اند از موجودیت لهجه و زبانهای همزمانان دری چون سغدی، خوارزمی، تخاری، فرغانی، پارسی، فارسی، تبری و چندی دیگر یاد کردند. مثلا هنوز شرقشناسی معروف کریستنسن و سپس ملک الشعرا بهار و محمد موین قید کرده بودند که زمانی که زبان دری آوان طفولیت را طی می کرد، زبان سغدی از سرحد چین تا سمرقند و بخارا نفوذ داشت و مدتی چند قرن در آسیای مرکزی زبان بین المللی به حساب می رفت. ضمناً باید گفت که شاید با این دلیل بعضی زبانشناسان از نفوذ زبانهای پهلوی اشکانی و تخاری باختری دیده بیشتر تأثیر زبان سغدی را تأکید و تخمین کردند. از این جهت بعضی محققان در این اندیشند که شاید به سببهای مختلفی سیاسی و نظامی و یا اجتماعی و فرهنگی به زبان فارسی نوع ادبیات به وجود نآمد و یا اندک چیزی هم که نوشته شد فاتحان آنها را نابود کردند. ولی در مجموع تمامی محققانی که به این موضوع دست زده اند معتقدند که عمر این زبان به مراتب از آنچه می نویسند 1100-1200 سال بیشتر است. در مورد قدیمی بودن زبان تاجیکی دانشمندان علاوه بر اخبار سرچشمه های دوران اسلامی که بیشتر معلومات دست دوم یا سیوم می باشند اسناد و دلیل های باوری بخش دیگر نیز در اختیار دارد. از جمله در بین عالمان مشهور است که زبان های پهلوی و دری ظاهراً زبان های مستقل بوده در ابتدا پهلو به پهلو زیسته و به کار برده می شدند. آثار زبانی این دوره شهادت می دهد که زبان تاجیکی سده 8 میلادی یک زبان فصیح، روان، زبانی گفتگو و تقریباً زبانی رسمی مردمی این منطقه بوده است که اکثریت فرهنگ نویسان و اهل علم و ادب این را قید کردند. ملک الشعرا بهار از عبارات و جمله های کوتاه فارسی دری که مؤلفان عرب مانند جاهیز در المحاسن و الازداد و کتاب التاج، ابن قتیبه در عیون الاخبار و امثال آن در تعریفات خود آوردند و از فصاحت و استواری زبانی نخستین کتاب‌هایی که از آغاز مرحله نوی زبان فارسی دری باقی ماندند و چنین خلاصه آمده است: از پختگی عبارت و استحکام ترکیبات و شیرینی لفظ و معنی پیداست که نثر قدیم پرورش یافته سالیان و بلکه قرنهای دور و دراز است و به مراتب از کتاب‌های پهلوی که شاید بعضی در همان قرن تألیف یافته است پخته‌تر و جامع‌تر و از لحاظ تطور کامل‌تر است. شما گفتار 18 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.